سلام علیکم همجویان عزیز از آینه گروه انگور و باغ. امروز 5 ایونی سال 2024 می باشد و من قرار دارم در نزد نیهولی درخت نوک که سالی گذشته رسا 1 سال و 3 ماه پیش من در همینجا نوک رو در کنده دلونه سرخک پیوند کرده بودم. کدام نوار رو گرفتگی بود من دستم در اسباب مخصوص نداشتم. همین قیچی خطی کافون بریده کافونده قیچی خطی تیز کرده از همینجا یک سلافن یافتم جو کرده سلافن همین کوچه خطی جو کردم گرفت. من چخلی که میبینیم اینجا دو تا پیوند بود، یک تاش نهایت سخت اوج کرد یک تا دیگهش کمتر و همونه که کمتر اوج کرد بسته است. اینا نوک ببینید یک تا دو تا سه تا چهار تا 5 تا همونی که کمتر اوج کرد من اینجا ببینید انا کنده این غوصش یک تا و این بریکک دویمش همون دویم بریکک بست پنا 5 تا نوک بسته است و من اول پیوند کن نبودم. اول این اولوچه دلونه سرخک بریدنی بودم ببینید نه تنش چقدر زدم تورق زدگی بودم یکی ده یادم رسید که بیا پیوند کنیم. بعد بیچاره نیم کلا یارادور همراه پیوند کردیم گرفت بست. من خدا خواهد امسال میبینیم اگر که نصیب باشد و همین پخته رسد و یا اون کس نخورد میبینیم که در دلونه سرخک نوک پخته اگر رسد چی مزه دارد چی مزه ندارد همش رو میبینیم و اینجا خدا خواهد با یک پویا میزنیم در پویا میبندیم چون که میگن از دلونه سرخک میشکند. من همینجا الکی معلوم است که اینجا غوص است بلاشو پویون باریک این بلو بگمانم غوصتر میشود و پویون باریک هم خیلی مشتگی باشد خیلی حیات نشان میتید. من دایم به شما نشان دادم میشنم و من 5 تا دلونه ای که دلونه بخشش 5 تا نوک که ما در همینجا داریم. من 1 تا 2 تا 3 تا 4 تا من این 5 تا نمیدونم نوک کنی ششمش یه 6 تا بوده سی من چشم کور شده است 1 2 3 4 5 6 تا نوک بستگی است همین دلونه سرخک پیوندش. ممکن این خیلی بنده اگر خوب شود سال دیگه زیاد میبندد البته و همین رو با ما تجربه کردیم. در تجربه رو به شما نشون میدیم شما از تجربه ما یاد میگیرید. اگر که همین تجربه ما به خوبی انجام دهد و به خوبی انجام میدهد بسیار دوم میگن به خوبی انجام میدهد لیکن بعد 2-3 سال پس میگن قاق میشود خشک میشود. اگر این خشک نشود در تل و تپو پوری دلونه است دلونه سرخک است ممکن است نوک کردن لیکن اکنون نمیدونم تجربه باید میگم یک 2-3 سال دیگه نگاه میکنیم که همین خشک میشود یا نه یعنی که اترژن یعنی که تلامتر دیگرش نه در جای پیوند. انا هم خیلی من ببینید تناش خیلی خوشرویی یگان کسل ندارد. ما امروز با دارو میزنیم ایمپاک میزنیم با همراهی کنفیدور خدا خواهد انگورو رو میزنیم و از جریان تجربه هایمون به شما نوارها پیشنهاد کردن میگیریم. اگر این نواری من به شما معقول باشد یک تا لایک کنید نمیخرید لایک رو بعد لیتس کنید در پناه خدا باشید.